کودکان در پختچینی، سربازشکار، کار مجبوری شهروندان تاجیکستان در ساحه کشاورزی و ساختمان دولت‌های خارجی و یا در شرکت‌های چینی در داخل تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین با زور بردن محبوسان تاجیک در روسیه تنها چند نمونه حادثه‌های قاچاق در مثال شهروندان تاجیکستان است که در گزارش نو دپارتمنت davlati آمریکا یاد شده است. گزارش میگوید حکومت تاجیکستان در مبارزه با قاچاق انسان به پیشروی‌های زیاد دست یافته است، ولی همانا به معیارهای کمترین در راه ریشه‌کن کردن این نمود جنایت‌ها مطابقت نمی‌کند. با جزئیات این گزارش دپارتمنت davlati همکارم خیرامان بقازاده شناس شد و حالا با ما در استودیو است و از او خواهش میکنم مهمترین نکات آن را خلاصه کند. بله شهلا، گزارش دپارتمنتی davlati که از 9 صحیفه عبارت است میگوید در مجموع تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای رفع حادثه‌های قاچاق انسان موفقیت آمیز است و در گزارش امساله این کشور به قطار کشورهای گروه دوم مورد دیدبانی شامل می شود، چون هنوز مسائل زیادی حل نشده میماند. مثلا بعد تأسیس مرکز ملی مبارزه با خرید و فروش انسان در سال 2018 شمار بیشتری قربانیان قاچاق نجات یافتند. از 272 قربانی قاچاق انسان که مقامات آنها را نجات دادند، 38 نفرشان قربانی بازار فحشا و 238 کسشان از کار مجبوری آزاد کرده شدند. این آمار از سال پیش بیشتر بوده است. یک نکته که مؤلفان گزارش امساله تاکید کردند این با وجود منع کار کودکان در میدان پخته همانا با بهانه‌های حشر و چیدن این زراعت بردن خوانندگان مکتب‌های دهات می باشد. دیگر حالت سربازشکار یا از راه زور به ارتش بردن جوان پسران است که در گزارش یاد شده است. وزارت بهداشت تاجیکستان در پناهگاه سال 2024 به 52 قربانی قاچاق یاری‌های طبی و روانی رسانیدند، ولی مبلغ گذاری این پناهگاه محدود است و اساساً به یاری سازمان‌های جمعیتی تکیه می‌کند که آنها هم در جلب سرمایه دست کوتاه‌اند. بودجه پارساله که حکومت برای یاری به قربانیان قاچاق برای این پناهگاه جدا کرده است 140,000 دلار میباشد. آیا این گزارش درباره وضع تاجیکستانی‌های قربانی قاچاق در خارج هم چیزی میگوید؟ یک نکته جالبی که گزارش دارد این است که میگوید قاچاق انسان در تمام جامعه های کشور مشاهده می شود. آن میگوید که در دوام 5 سال گذشته حادثه های قاچاق انسان در داخل تاجیکستان و خارج از آن تقریبا در نسبت همه گروه ها دیده شده است. در ساحه کشاورزی و ساختمان شهروندان تاجیکستان را در قزاقستان، لاتویا، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چنین دولت‌های همسایه آسیای مرکزی، چنین در ترکیه، افغانستان استفاده کردند. گروه دیگری که همچون قربانیان یاد می شوند آن شهروندان تاجیکستان می باشند که از جانب شرکت‌های چینی به کار قبول شدند و در طرح‌های اینفراساختاری کار می کنند. در این کارخانه ها قانون شکنی های زیاد، تهدید اخراج از کار، حالت های فراوانی ویران کردن کودکس مهنت و کاری مجبوری وجود دارد آمده است. در گزارش در داخل تاجیکستان و همچنین در خارجه در ترکیه، روسیه، امارات، اینچنین در افغانستان، گرجستان، هند، قزاقستان و عربستان سعودی زنها و دختران تاجیک را در بازار تنفروشی استفاده کردند. گروه دیگری که همچنین به عنوان قربانی قاچاق انسان یاد می شود مهاجران در روسیه می باشند و بخصوص زندانی هایی که مجبورن به جنگ ضد اوکراین برده می شوند. تشکر زیاد. خاطرسان می شوم که همکارم خیرامان بقازاده بود که تفصیلات گزارشی نو دپارتمنت davlati آمریکا اوید قاچاق انسان را با ما در میان گذاشت.